سلام دوستکا، خوش آمدین به یکی از دیگر برنامه های آموزشی ما. خدا کنه که همتان خوب باشین و درس خود قرار است که امروز آغاز کنیم. در درس گذشته کدام حروف الف را خواندیم؟ بله، در درس گذشته از حرف ر تا حرف غین خواندیم و امروز قرار است باقی مانده حروف خود خلاص کنیم. خب عزیزان، بعد از حرف غین کدام حرف می آید؟ حرف ف می آید و مثال که با شما آوردیم ف، فرشته. حرف هایی که در فرشته شامل است کدام حرف است؟ ف، ر، شین، ت، ه گردک. چی میشه؟ فرشته. آفرین. مثال بعدی ما به حرف ف است فرش و حرف هایی که در فرش آمده کدام حرف است؟ ف، ر، شین. چی میشه؟ فرش. آفرین به شما. مثال بعدی ما به حرف ف فروشگاه است. حرف هایی که در فروشگاه آمده کدام حرف است؟ ف، ر، واو، شین، گاف، الف، ه گردک. چی میشه؟ فروشگاه. آفرین. به تعقیب حرف ف حرف قاف است. قاف چند نقطه میخوره؟ 2 نقطه. و مثال که به شما آوردیم قاف قلم. حرف هایی که در قلم آمده کدام حرف است؟ قاف، لام، میم. چی میشه؟ قلم. مثال بعدی ما به حرف قاف است قرآن و حرف هایی که در قرآن آمده کدام حرف است؟ قاف، ر، الف مد، نون. چی میشه؟ قرآن. مثال بعدی ما به حرف قاف است قیچی و حرف هایی که در قیچی شامل است کدام حرف است؟ قاف، یا، چ، یا. چی میشه؟ قیچی. حرف بعدی ما حرف کاف است و مثال که به شما آوردیم کاف کلید. حرف هایی که در کلید شامل است کدام حرف است؟ کاف، لام، یا، دال. چی میشه؟ کلید میشه. و با کلید چی میکنیم؟ قلف باز میکنیم. مثال بعدی ما به حرف کاف است کشتی و حرف هایی که در کشتی شامل است کدام حرف است؟ کاف، شین، ت، یا. چی میشه؟ کشتی. مثال بعدی ما به حرف کاف است کتاب. حرف هایی که در کتاب شامل است کدام حرف است؟ کاف، ت، الف، ب. چی میشه؟ کتاب. آفرین. بعد از حرف کاف حرف گاف است که با کاف ببینین کاملا یکسان نوشته میشه ولی بالای گاف یک دانه خطک دگام است. خب مثال که به شما آوردیم گاف گل. حرف هایی که در گل شامل است کدام حرف است؟ گاف، لام. چی میشه؟ گل. مثال بعدی ما به حرف گاف است گاف گرگ و حرف هایی که در گرگ شامل است کدام حرف است؟ گاف، ر، گاف. چی میشه؟ گرگ. و گرگ هم از جمله حیوانات چی است؟ گوشتخوار هستند و در اینجا گاف هم در اول کلمه آمده و هم در آخر کلمه. مثال بعدی ما است گاف گاز. حرف هایی که در گاز آمده کدام حرف است؟ گاف، الف، ز. چی میشه؟ گاز. و به تعقیب آن حرف لام است و مثال که به شما آوردیم لام لباس. حرف هایی که در لباس آمده کدام حرف است؟ لام، ب، الف، سین. چی میشه؟ لباس. مثال بعدی ما به حرف لام است لیمو. حرف هایی که در لیمو آمده کدام حرف است؟ لام، یا، میم، واو. چی میشه؟ لیمو. مثال بعدی ما به حرف لام است لاله. حرف هایی که در لاله آمده کدام حرف است؟ لام، الف، لام، ای گردک. چی میشه؟ لاله. گل لاله. حرف بعدی ما حرف میم است و مثال که به شما آوردیم میم معلم. حرف هایی که در معلم آمده کدام حرف است؟ میم، عین، لام، میم. چی میشه؟ معلم. مثال بعدی ما به حرف میم است مسجد. حرف هایی که در مسجد شامل است کدام حرف است؟ میم، سین، جیم، دال. چی میشه؟ مسجد. مسجد کجاست؟ مسجد جایی است که ما در اونجا چی میکنیم؟ نماز میخوانیم و عبادت خداوند میکنیم. مثال بعدی ما به حرف میم است موتر. حرف هایی که در موتر شامل است کدام حرف است؟ میم، واو، ت، ر. چی میشه؟
موتر. حرف بعدی ما حرف نون است و مثال که به شما آوردیم نون، نان. حرف هایی که در نان آمده کدام حرف است؟ نون، الف، نون. چی میشه؟ نان. و در اینجا نون هم در اول کلمه و هم در آخر کلمه آمده. مثال بعدی ما به حرف نون نعنا است. حرف هایی که در نعنا آمده کدام است؟ نون، عین، نون، الف. چی میشه؟ نعنا. و در اینجا ببینین که نون هم در اول کلمه و هم در وسط کلمه آمده. مثال بعدی ما به حرف نون است نقاشی. و حرف هایی که در نقاشی آمده کدام حرف است؟ نون، قاف، الف، شین، یا. چی میشه؟ نقاشی. به تعقیب حرف نون حرف واو است و مثال که به شما آوردیم واو، وارث. و حرف هایی که در وارث آمده کدام حرف است؟ واو، الف، ر، س. چی میشه؟ وارث. مثال بعدی ما به حرف واو است ورزش. حرف هایی که در ورزش آمده کدام حرف است؟ واو، ر، ز، شین. چی میشه؟ ورزش. و ورزش هم به صحت بسیار مفید است. مثال بعدی ما به حرف واو است واکسین. و حرف هایی که در واکسین شامل است کدام حرف است؟ واو، الف، کاف، سین، یا، نون. چی میشه؟ واکسین. حرف بعدی ما حرف هد و چشمه است و مثال که به شما آوردیم هواپیما. حرف هایی که در هواپیما آمده کدام حرف است؟ هد و چشمه، واو، الف، پ، یا، میم، الف. چی میشه؟ هواپیما که ما بهش طیاران میگیم. مثال بعدی ما به حرف هد و چشمه است ماهی. حرف هایی که در ماهی آمده کدام حرف است؟ میم، الف، هد و چشمه، یا. چی میشه؟ ماهی. در اینجا سعی کنین هد و چشمه در کجا آمده؟ در وسط کلمه. مثال بعدی ما به حرف هد و چشمه است کاهو. حرف هایی که در کاهو شامل است کدام حرف است؟ کاف، الف، هد و چشمه، واو. چی میشه؟ کاهو. ما در اینجا هد و چشمه در کجا آمده؟ بازم در وسط کلمه آمده. و رسیدیم به آخرین حرف ما که حرف یا است و مثال که به شما آوردیم یخچال است. حرف هایی که در یخچال شامل است کدام حرف است؟ یا، خ، چ، الف، لام. چی میشه؟ یخچال. مثال بعدی ما به حرف یا است یاقوت. حرف هایی که در یاقوت شامل است کدام حرف است؟ یا، الف، قاف، واو، ت. چی میشه؟ یاقوت. آفرین به شما. مثال بعدی ما به حرف یا است یاسمین. حرف هایی که در یاسمین شامل است کدام حرف است؟ یا، الف، سین، میم، یا، نون. چی میشه؟ یاسمین. خب عزیزان این بود درس امروزی ما و ختم الفبای دری که از دریچه وطن باکس تقدیم شما شد. خدا کنه که یک چیز یاد گرفته باشین. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. همیشه کامیاب و موفق باشین. بای بای.